انقلاب پرولتاری و حکومت کارگری. سخنگویان و ایده پردازان بورژوا مارکسیسم و کمونیسم کارگری را متهم می کنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت برای رسیدن به اهداف اجتماعی خویش است. واقعیت این است که این خود نظام بورژوایی است که از بنیاد بر خشونت سازمان یافته متکی است. خشونت علیه جان و جسم انسانها، خشونت علیه عواطف و اذهان آنها، خشونت علیه امید و تلاش آنها برای بهبود زندگی و دنیای خویش. نظام کارمزدی یعنی اجبار هر روزه اکثریت عظیم جامعه به فروش توان جسمی خویش به دیگران برای امرار معاش، سرمنشأ و چکیده کل خشونت ذاتی این نظام است. زنان، کارگران، کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جهان، هر کس حقی را مطالبه می کند و علیه ستمی بلند می شود و هر کس و همه کس که در جامعه موجود مهر تعلق به این یا آن اقلیت به پیشانی وی کوفته شده است، قربانی مستقیم و هر روزه خشونت عریان نظام موجود است. جنگ و مردم کشی اساساً در پی رقابت سرمایه ها و قطب های اقتصادی در این نظام ابعاد خیره کننده‌ای پیدا کرده است. تکنولوژی سلاح‌های انهدام و کشتار جمعی از تکنولوژی تولید به مراتب پیشرفته تر است. زرادخانه بورژوازی در سطح بین‌المللی برای انهدام چندین و چند باره کل کره ارض کافی است. این نظامی است که سلاح‌های مخوف اتمی و شیمیایی را عملاً علیه توده مردم به کار برده است. و بالاخره علاوه بر همه اینها، جامعه بورژوایی می تواند به پیشرفت‌های خیره کنندش در تبدیل جنایت، قتل و تعدی و تجاوز به امری عادی و هر روزه در زندگی عموم مردم مفتخر باشد. آیا چنین نظامی می تواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند از سر راه رهایی انسان و محو همیشگی خشونت کنار زده شود؟ در هیچ گوشه‌ای از تئوری کمونیسم اعمال قهر به عنوان جزء لایتجزا و ذاتی انقلاب کارگری ضروری دانسته نشده است. اما هر کس با اندک شناختی از جامعه موجود اذعان می کند که طبقه حاکم خود را با مسالمت از برابر اداره اکثریت عظیم جامعه برای تغییر نظام موجود کنار نخواهد کشید. اگر دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازی وظیفه دولت و دستگاه سرکوب است، دفاع از نفس موجودیت سرمایه‌داری و مالکیت بورژوازی به طریق اولا فلسفه وجودی آن را تشکیل می‌دهد. اگر مطالبه اضافه دستمزد یا آزادی بیان در این جامعه پای دولت و پلیس و ارتش را به میان می‌کشد، می‌توان تصور کرد که تلاش برای خلع ید اقتصادی و سیاسی از بورژوازی با چه عکس‌العمل و مقاومت قهرآمیزی روبرو خواهد شد. خشونت بورژوازی و دولت او علیه انقلاب کارگری، علیه اراده اکثریت عظیم مردم که زیر پرچم طبقه کارگر برای برقراری یک جامعه نوین به پا می‌خیزند، امری عملاً اجتناب ناپذیر است. انقلاب کارگری باید دولت بورژوایی را به زیر بکشد. مقاومت بورژوازی در برابر انقلاب و به ویژه در مقابل اشتراکی شدن وسایل تولید، حتی پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتیش، ادامه خواهد یافت. از این رو تشکیل یک حکومت کارگری که این مقاومت را خنثی کند و فرمان انقلاب را به اجرا در بیاورد امری حیاتی است. حکومت کارگری نیز نظیر هر حکومت دیگر حکومتی موافق جامعه و طبقات نیست.
حکومتی طبقاتی است. اما این حکومت که به همین اعتبار در تئوری مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا نامیده شده است، دولت اکثریت استثمار شده جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسانها به طبقات استثمارگر و فاقد آمدن بر تلاشها و توطئه‌های آنهاست. از نظر شکل حکومت کارگری یک دولت آزاد است که تصمیم گیری و اعمال اراده مستقیم خود توده وسیع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان می دهد. حکومت کارگری بنابر ماهیت خویش حکومتی گذراست که با تحقق اهداف انقلاب ضرورت وجودی خود را از دست می دهد و زوال پیدا می کند.